اکسیژن، چیزی که 21% هوای ما رو تشکیل داده با 78% نیتروژن و 1% گازهای دیگه. حالا توی این ویدیو من با اون 79% دیگه هیچ کاری ندارم. میخوام درباره اون 21% دیگه‌اش حرف بزنیم که اکسیژنه. تا حالا از خودتون پرسیدین که اگر فقط برای 5 ثانیه اکسیژن وجود نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ شاید برای ما آدما 5 ثانیه واقعا چیز سختی نباشه. خیلی از آدما به طور میانگین میتونن حداقل تا 30 ثانیه نفسشون رو نگه دارن. اما همچین شرایطی برای بقیه موجودات هم هست؟ آیا اصلا زنده میمونیم؟ خب باید بهتون بگم که برای همچین اتفاقی 5 ثانیه اصلا زمان کمی نیست. توی 5 ثانیه کل زمین تغییر شکل میده. سد کرج، برج میلاد و هر ساختمونی و هر چیزی که فکر کنید با بتون ساخته میشه در کسری از ثانیه متلاشی میشه. چون که اکسیژن برای بتون مثل یک چسب عمل میکنه و اونا رو کنار هم نگه میداره. بنابراین اگر اکسیژن نباشه 5 ثانیه‌ای که هیچ، حتی اگر 1/100 ثانیه نباشه تمام چیزهای بتونی نابود میشن. یا اگه توی ساحل در حال آفتاب گرفتن باشین شدیدترین آفتاب سوختگی عمرتون رو تجربه میکنین. چون لایه اوزون که محافظ ما در برابر اشعه‌های یووی خورشیده کاملا از اکسیژن ساخته شده و اگر نباشه تمام پوستمون میسوزه. یه جورایی میشه گفت بدون اکسیژن کره زمین به یکی از خطرناکترین سیاره‌ها تبدیل میشه، چون هیچ محافظی در برابر اشعه یووی خورشید نداره. حالا آفتاب سوختگی در مقابل مورد بعدی که میخوام بهتون بگم واقعا چیز آنچنان بدی نیستش. اتفاقی که میفته اینه که حلزونی داخل گوشتون یا بخش داخلی گوشتون با مغزتون کاملا متلاشی میشه. چرا که از دست دادن اکسیژن به معنی از دست دادن 21% فشار هواست. از دست دادن فشار هوا به همچین سرعتی و انقدر یهویی مثل این میمونه که شما روی سطح آب باشین و تو کسری ثانیه به عمق 2000 متری اقیانوس برید و خب اصلا مغزتون و گوشتون فرصت ریاکشن نشون دادن نداره و در جا متلاشی میشه. نکته دیگه که وجود داره اینه که بدون اکسیژن آتیشی وجود نداره و تمام دستگاهایی که با سوخت کار میکنن از کار میفته. هواپیما سقوط میکنه و ماشینا توی خیابون میمونن و علنا هیچ چیزی حرکت نمیکنه. و بدترین اتفاقی که میتونه رخ بده همزمان با تمام این اتفاقا در حال رخ دادنه. وقتی که اکسیژن از بین میره پوسته زمین شروع میکنه به فرو ریختن، چون پوسته زمین تا 45% از اکسیژن تشکیل شده و این فرو ریختگی تا زمانی ادامه داره که شما و هر چیزی دیگه‌ای که وجود داره داخل یه گودال با خودش میبره به پایین. خب همونطور که گفتم اتفاقات خیلی بدی میتونه بیفته، اما حالا میتونید یک نفس عمیق بکشین و از اون 21% اکسیژنی که توی هوا وجود داره استفاده کنید، چون که میدونید هیچ وقت این اتفاق قرار نیست بیفته. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو دیگر بدرود. خدافظ.